سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به باز کردن ماشین که گفتم، باز و بسته کردنش. فعلا اینجا اونجایی بود که هنوز باز نکردیم و نفهمیدیم داستان چی بود، که مشکل یاتاقان بود این تا اینجا. بعد که رفتیم جلوتر، الان ویدیو بعدی میاره حتما، چند تا ویدیو رو بس کنه. با ما که رفتیم تا اینجا فکر می‌کردم یاتاقانه. این یاتاقان دستم، اینم که کارتله که براده توش بود، روغن اصلا کلا توسی شده بود. اینم که میلنگ و ایناست. بعدش دیگه رفتیم جلوتر، رسیدیم به اینکه ماشین پیستون که نه، یعنی شاتون زده بود که اینه دیگه. گرفتم دستم، اینجا داشتیم میرفتیم که بگیریم. یه دونه‌شو در آوردم که یکیشو رفتم از استوک گرفتم، اونقدر خرج نیاد بالا که به یه اتفاق بدم خوردیم که آخر ویدیو میگم. اینجا رفتم گرفتم این یکی پیستونه که الان گذاشتم رو پام. اینو خریدیم، قیمتش هم فکر کنم 400 تومن بود که استوک گرفتیم دیگه هیچ جا باز نبود چون جمعه بود. این تنها جایی بود که باز بود. بعد دیگه رفتیم جلوتر که دیگه داشتیم میرسیم به بستنش دیگه. پیستونه رو گرفته بودم. اینم که سرسیلند ماشین بود و با منیفولد و اینا که باز کرده بودیم کامل. اینجا هم داشت سیم کشی ماشین انجام میداد که سیم کشیش ذره به هم ریخته بود، داشت جمع میکرد سیم کشیش رو ترتمیز میکرد. اینم که باز همون پیستونه است. سرویس کرد بچه ما رو این پیستونه. علاف این یه دونه شده بودیم. باز رسیدیم کف ماشین که اویل پمپ و ایناست، مشاهده میکنید. اینم باز یاتاقانه که گرفتم دستم. چه یاتاقانه کلا خودش یاتاقان شده بود سماته. اینجا دیگه شب بود دیگه، داشت تمام میشد. اینجا بسته بودیم دیگه تقریبا، واشه رو همه اینجور چیز میزا رو گذاشته بودیم دیگه، داشتیم میبستیم دیگه، داشت تموم میشد دیگه. بچه آخر ویدیو نکته است که حتما بهتون میگم. اینجا دیگه کار تقریبا داشت تموم میشد. ما هم که خیلی زحمت کشیدیم. باز و بسته کردنشو کلا خودم، چون دستم تو کار بود زیاد نتونستم فیلم بگیرم. اینجا دیگه موتور بسته شد، روشن بود اینجا دیگه فکر کنم. آره موتور اینجا دیگه روشن بود، داشتیم کاراشو انجام میدادیم. که یه نکته هم داره اینجا اگه فهمیدید، اینجا موتور روشنه داره میچرخه. الان که میرم داخل یه نکته هست، اونایی که فهمیدن حتما تو کامنت ها بگن. نکتهش اینه چرا چراغ استوب روشنه. این نکتهشه که اگه هر کی فهمید تو کامنت ها بگه. خب دیگه بچه‌ها این بود داستانش. اینم که دوباره هموناست که ولش کن، اینو توضیح داده بودم. داستانش این بود که آخر ویدیو بچه‌ها ما ماشین رو جمع کردیم، رسیدیم به همه چیش. بعد فهمیدیم که بله ماشین که الان باز شد، ما اینجا میکنیم که من یه چیزی رو گفت ولی انجام نداد. چی گفت؟ برگشت گفت میلنگت سالمه، در صورت که میلنگ خراب بود و این همه زحمتی که کشیدیم هیچ شد. ماشین باز داره صدای یاتاقان میده، بازم باید باز شه که اونم بعدم ویدیوشو میگیرم واسه تو میذارم. فعلا خداحافظ.